این فاطمه زهرا سلام الله علیها منصبی داشت، رتبه‌ای داشت پیش خداوند متعال. در روایت صحیحه دارد برای این که جبرائیل نازل می شد بعد از رسول الله بر فاطمه زهرا و اوضاع ذریه‌اش را بیان می کرده به او. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه می نوشت آنها را. روایت صحیحی است، کلینی قدس الله نفسه الشریف در کافی نقل کرده است. رسول الله اینقدر سفارش کرد این دخترش را. این دخترش بعد از 75 روز بعد از پدرش فوت کرد. این را شب دفن کردند، شب غسل دادند. این چه شده بود؟ این سفارشی چه شده بود؟ اون مودت فی ذوالقربی اگر قدری متیقنش فاطمه زهرا سلام الله علیه بود. این چه شد که شبانه دفن شد؟ قبرش را مخفی کردند. این آیت است برای تمام. اینها رو حکمت شده است. این فاطمه زهرا سلام الله علیه این وصیتش و عمل کردن مولا امیر المؤمنین با اون وصیتش به تمامی و کماله، این دلیل گذاشتن است بر اون ازیالاتیه که فکر کنن که چرا اینجور شده بود. در روایت این اینجور قبرش اینجور بود. مولانا علی ابن ابی طالب بله اولادش موسی بن جعفر سلام الله علیه کلینی روایت صحیحی به 3 واسطه از او نقل می کند. محمد ابن یحیی العطار عن امرکی بوفکی عن علی ابن جعفر که برادر موسی بن جعفر است، عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام. فاطمه زهرا اونجا دارد صدیقه شهیده. بس اونی که فاطمه زهرا سلام الله علیه میگفت بله پسر چیزی که است بله من علی ابن ابی طالب اینجور است، او را گرفت اینقدر کمک کرد، گفت حق با این است. اینی تارکم فیکم استقلن کتاب الله و اطرت لن یفترقا. فاطمه زهرا صدیقه بود، صدیقه شهیده. خب شما نگاه بکنید در اون روایتی که کلینی باز نقل می کند مولانا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه وقتی که دفن کرد فاطمه زهرا را فرمود رو به قبر پیغمبر کرد، قال یا رسول الله صدیق. این علی ابن ابی طالب 25 سال صبری کرد. صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شذا. این علی ابن ابی طالب این صبر کننده در جهادها در قتالها بعد از رسول الله میگه قال یا رسول الله صبری. درست توجه بفرمایید چی میگویم. در اونجا میفرماید تضافر امتی که علی حزمها. درست توجه کنید چی میخوام بگم. حزم را به معنا ظلم معنا میکنند. حزم در اصلش به معنا نقص است. منتها اگر از کسی چیزی را نقص بکنن ناقص بکنن این ظلم است. این اصلش به معنای نقص است. نقص در وقتی در حقش می شود. بله حزمه فی حقه یعنی حقش را گرفت، فدش را مثلا گرفت. نه، این حزمه ها مسنادش به خود فاطمه زهرا داده شده است. این را ملزم میکنید به قول پسرش موسی بن جعفر فرمود صدیقه شهیده. نتیجه چی می شود؟ بله بدون جهت یک کسانی پیدا شده است، بعضی هاش هم که معمم هستند
صدیقتون، یعنی قول موسی بن جعفر را منکر می شوند که صدیقتون شهیده. بیدار باشید، احیا بکنید.